خانه ما را مال ما را 3 دانه گاو 2 دانه مرکب تا مرغ نه بیل مان نه کلن مان نه تیشه مان نه تاور مان هیچ چیز نمان. اینجا 5 دانه اتاق داشتیم نصفی از اتاق مانده. اون است. خداوند نعمتشان بوده، خداوند غیرتشان بوده. ما هم برادرای دعا میشیم، ما از واستیم و از ماستن دیگه در آینده توجهشان به مردم فقیر و سیلزاده شود. بسیار متضرر مجموعا شده. انجینر صاحب بزرگوار یک ما متضرر نیستیم، همین که میبینین سربالا اینجا هم مردم متضرر شده در مطلوب. تشکر از شما، از نیاد شما، از خود شما. خداوند از هلهله سیلاب هر کنج وطن ترکید، یا روز قیامت شد یا مرگ زمان آمد. این سینه ملک ما تخریب کند تا کو، تخریب کند تا کو. این سینه ملک ما تخریب کند تا کو، تخریب کند تا کو. کین فاجعه چون چنگیز با تیر و کمان آمد، و از حادثه غمناک بغلان به فغان آمد. و از حادثه روز جمعه بود، نماز جمعه را خوانده بودیم دیگه. ساعت 3 بجه بود که سیلاب آمد، مردم بیخبر بود دیگه. ناگهان که سیلاب آمد مردم بیخبر بود دیگه. مادرم همراه اشتکاییم دیگه، در خوارزدگیم دیگه. قانساق یک کسی از در همون بچه‌های ماست دیگه رفته بودن در بروکه در پیش دکتر. از پیش دکتر پس دول خودم روبروی یعنی نماز جمعه میگه که نماز جمعه رو بخونیم غرفه بودم اینجا بودن که سیلاب از بالا آمدن. و در موتر بودن؟ آه در موتر بودن. در موتر بودن فکر کردن که الان دیگه هر سال که سیلیم همین رقم سیلم دیگه. دیگه خبر بودن دیگه. یک بودن ناگهان دیگه نه موتر شدن بودن و خوش شدن بودن. دیگه که ناپدید شد دیگه که 2 تا جنازه دیگه پیدا کردیم پیش مادر به سال دیگه کم کردیم دانم دیگه. کدام جنازه را پیدا کردین؟ یکی جنازه خانمتان، یکی خوارزاده ما پیدا کردیم، یکی از نفر پایساق پیدا کردیم. دیگه مادر به طول دیگه کم از پیدا نشد. کدام مناطقی که سیل به طرف رفته بود پولیدین؟ پولیدیم تا اشکمیش تا اشکمیش پولیدیم و تا طرفای تنگی موج میگه رفتیم تنگی سایه فول برکر پولیدیم دیگه. پیدا نکردیم. خداوند مغفرتشان کنه. چطور است حالی کمک شده با شما یا نشده؟ باید تشکر از کمک‌های خیریه و پخصاص خیلی کمک داد. مردم فلور خیلی کمک دادن. خیلی رسیدگی شده. یعنی مردم عوام دیگه خیلی کمک ها نمیشد، مردم دیگه زندگی نمیکنه دیگه. کم است دیگه. مؤسسات و نهادهای خیریه کلش دیگه از هر جور آمدن. خیلی کمک داد. مردم فلور جان تشکر از کلش. ما بسیار کم پول آوردیم براتون. میشه که این قبول کنیم. چی گفتنی داری به کسایی که کمک کرده یا به کسایی که پیسه دار هستن و توانایی دارن؟ به او چی پیام دارین که در این قسم حادثات چی کنن، باید چی ضرور است؟ تشکر از کلشان، همراه ما غمزدگی کردن، همراه ما کمک‌های ایجاد کردن دیگه. تشکر از هر جا باید با امانت خدا باشن، زنده باشن. خب شما چقدر متضرر شده؟ همیشه بود خانه‌تان؟ بله همه جای مامای من یادم میاد. از کل مردم متضرر از یک طرف یک مام. زمینتان چقدر سیل برده؟ مال و چیزی که در خانه بود دار دروغن و چیز برده نه؟ از دست خط تقدیر این صفحه ملکی ما، این صفحه ملکی ما. خداوند نعمتشان بوده، خداوند غیرتشان بوده. ما هم برادرای دعا میشیم، ما از واستیم و از ماستن دیگه. در آینده توجهشان به مردم فقیر و سیلزاده شود. بسیار متضرر مجموعا شده. انجینر صاحب بزرگوار یک ما متضرر نیستیم، همین که میبینین سربالا اینجا هم مردم متضرر شده در مطلوب. تشکر از شما، از نیاد شما، از خود شما. خداوند نعمتشان بوده. سیل آمد بعد از پیشین ده 3 بجه 3-4 بجه هم هست. یعنی ما فقط اینمی قدر نزدیک سیل جنیمی توی رسید، ما یک جانی فقط قطعی یک سیاسر قطعی همین در زده کشیدیم. نماز پیشین جمعه را خوانده آمده بودیم، به او کو کشیدیم، ایزو نتانستیم برده. خانه ما را مال ما را 3 دانه گاو 2 دانه مرکب تا مرغ نه بیل مان نه کلن مان نه تیشه مان نه تاور مان هیچ چیز نمان. اینجا 5 دانه اتاق داشتیم نصفی از اتاق مانده. اون است.
کدام طرف است تو خانه تو؟ ما با شما نیستم. از اینجا معلوم اینه این نیست. تو پیش نرو همین نیمی اتاق مونده سه باز یعنی ما پایان اتاق اولی بود. اینجا گل برستان گاو ما بود دیگه بود همه گرفتار. شهیدم دادین؟ نه چی دروغ شکر که شهید ندادین. دنیا و مال و متا همه چیز پیدا میشه. دروغ چرا بگم که من شهید دادم دیگه دادم. نه خوب است نجسه بخیر است. دروغ گفته دشمن خدا. خداوند مهربان است که باز صاحب زندگی شوید. خیر ببینید. ما بسیار یک چیز کمک بسیار کم آوردیم فقط به خاطر پرسان شما. هر کنج وطن ترکید یا روز قیامت شد یا مرگ زمان آمد از هلهله سیلاب. منتظر شدیم شما. برابر این سیل که آمدیم دنده میدونید کلن باغای کشاورزی و آباد بود، کلن درختای میوه داشتن، کلن کسایی که مثلا دیگه زندگی داشتن غیر از خانه تان هم اینجا بود. خانه ما اینجا بود، ما شهر اتاق داریم بلندی که اتاق ما و پار داری را یادآوری کردیم. بله پار ما اینجا بود تازه در وقتی یک بار ما یک دوره ما برگشتیم دیگه تماما با سیل آمد تا تمام فرش زد این اینجا بود معلوم است بانی قوم کلا گفتن یک دیوار ما اینجا بود یک تیم دیگه کردیم. خداوند اجر بده براتون. خداوند صفا سیل آمد که از اونجا سعی کردیم میشه تقریبا 10 متر 15 متر سیل بلند شد. تشکر دارم. خدا جان سلامت. یعنی ساحایی که دمینجا بودن فقط موقعی که اینا آمدن یک چند تا اون طرف قرار کردیم، چند تا این طرف هم دیگه مکمل اینمی درخت اینمی ساحایی را که می‌بینید تقریبا 4 تا 4 تا درخت باقی مانده اینمی مانده. تو نمو دیوال دوباره که می‌بینید زمین مسیر ما تو نمو دیوال. و خانه تان در کجا بودن؟ خانه ما نه پرانا یعنی پرانا پایین که چی مثلا این پرانا ما نمی‌دونم. آواز خو نمی دیوال که مونده اینجا. نه دیگه چیزی نمونده بس کلی کلش از بین رفت. اینه که بودنی قبول کنید. اینجا زره ورته ولیکه. خیر پرونده لري. تو یې پیسې را بگی شمار کلولو. چقدر است؟ 5000. خب این 5000 برای کی شده؟ برای شهید است. برای شهید است. شهید کیت میشه؟ خواهرم میشه. خب شوهرش کجاست؟ شوهرش قندوز است. او چی میکنه؟ او مریض است، از سیل کشیده. خب او را سیل کشیدی، خانم شهید شده. برای طفلک نامه وجود داره. نامهش مانده و هم زخمی است. او هم زخمی شده بود خانه شماست. بله اونا فقط تپاس ما میکنیم. این پیسه را میشه که در تداوی از او شوهرش مصرف کنید. تداوی شوهرش برای تداوی طفلش هر چیزش صحیح است. تشکر لولو. سلامت باشی. خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. نام من غلام شاست، یکی از قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان. دیگه همین جایی که شوستیم به استاد بلند سردینا مرکزی همین خانه ما همینجا بود، یعنی خواهی پدرم همینجا میشیست. جای همین خیمه بود؟ اتاقای ما همین جای خیمه دیگه است که از همون 13 نفری که اعضای فامیل ما بردن اثر همون اتاق بردن که دخترم به شمولشان بود. خب این دخترم بوده؟ همین دخترم به شمولشان بود که 1-2 کیلومتر راه برده بایر زخمی کسای دیگه کشیدن. با ما زنگ زد که ما دخترک زخمی کشیدیم تا حالا در خانه به این سرعت بود. این خوارزاده میشه که از این پدر و مادرش 2 همشیره شهید است، از خود ما خانم و همراه 14 تا بودم شهید است، از این هم پدر و مادرش شهید است. از او بچه هم همشیرش زخمی است که با هم در قتلزی دمو حادثه بود که مردوی از زیره پدر از کجاست؟ پیشتر شهید شده بود. یتیم است؟ برادر کلان داره؟ نه میتونه که حادثه الان خب اطلاع نام عزیز هم نوشته نام چی است؟ خب پدر و مادر تو شهید شدن؟ نه سوار میشه برباد میشه شما تماس دارید ولی کی مونده در خانه ایتون؟ این مونده یک همشیره شش دیگه این قامتیشون بینز درد و غم دوتا گشتم شورا و منزلگاه همه گردیده پر از آب گردیده پر از آب شورا و منزل. پیغام نیست و از برادرها تشکری از این میکنیم که زیاد همکاری و همدردی کردن. یعنی پیغام ما میسته که یگانه از کسی که از توانشان باشه از
تعداد این برادرایی که هستن اینجا به جای ضرورت دارین. شخصا خود ما که تعداد 3-4 فامیل زندگی میکنیم به جز این کالا رو یک گدر هم پوشیده دیگه هیچ چیز وجود نداره که ببین حتی کس هم باورش نمیاد که خانه بود و مثل ما با دیگه خانه تخریب شده مثلا طرف جانی ندارن خانه‌شان هم تخریب است. اگر برادرها از تمامشون باشن یا سرپناهی برای مردم و برای ما و کسی دیگه ای که بکنن تشکر یکان مثل شما یکان که تعدادی که 5000 و یکان بوجیار و یکان کمپال و چیزا کمک کردن دیگه ایتا کمکایی که مثلا به ما از خیمه و چیزا هم کمک کردن مثلا یک رقمی سرپناه هست ولی مردم در استاد معلوم است که اینجا 2-3 ماه بعد زمستان میاد اگر توانشان از خانه اگر نیستن گپی خودتان که یک چیزی مقداری باشه که برای همونا اگر نقدم کمک شود پول نقد بهتر است. شما با احتیاجات خود تر میدانید. بله. این مواد که اصلا یک چیزی به دست مردم ولی اکثریت جای اما آرد و برنج چیزا که بیده برای پختن هم جای نداره. اصلا جایی که خانه نباشه کجا نگاه کنید. کجا نگاه کنید. باید خانه باشه. تشکر خیر باشید. این حادثه زمان چی بر ملا گشته کو دلته موږ د یو داسې کس سره ولاړ یو چې د سیلابونو پر مهال یې 11 کسانو ته نجات ورکړی محمودی صاحب دلته ورځي او میشه برادر که خود معرفی کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صبرالله نام دارم. از قریه کلور ولسوالی برکه ولایت بغلان هستم و همین سر مسجد خانه ما. در روزی که سیلاب در 21 ساعت 4 بجه اینجا سرازیر شد روز جمعه بود. ما تفلک‌های خودمان در مجموعه موترها انتقالش دادیم. این تفلک‌های همسایه ما دور و بر ما 18 نفر اینا ماندن چون وقت زیق بود نتونستن که جای بروند در درون مسجد در آمدن و ما در پیش سر مسجد بودیم که سیل آمد و زد خانه را ویران کرد و کلگیره ما را سیل گرفت در رای سر بام برآمدیم. این تفلک‌ها در درون مسجد ماند. ما و جمع یک گارد کلینیک است و همسایه دیگه ما اینجا پیش سر چی است که اینی بچه است اینی تفلک از بیست دیگه اینا دست بکار شدیم همین تفلک‌ها را از درون مسجد بیرون کشیدیم. از درون از بعد از بیرون کشیدن اینا را چادر زنان را گرفته رسمان جور کردیم یک تا بالا کشیدیم در بام مسجد این تفلک‌ها را بالا کشیدیم. زنان از امیر راه امید تو همون زنایی که سبک بالا برآمده و 3 تاش کوزبین بود بسیار ما 10 تا زنا بود دیگه یک ماجرایی بود که واقعا هیچ تصورش کس نمی‌کرد که یک وضعیت پیش میاد. فردای امروزی که سیلاب سرازیر شد در مجموع تمام نهادهای امدادرسان از هلال احمر افغانی شروع سرمیاشت دیگه تا تجارای ملی در مجموع به شمول شما که امروز زحمت کشیدن در اینجا آمدین یک دنیا سپاسگزاری میکنیم از اینکه شما قدم رنج فرمودین آمدین به ما رسیدگی کردن. واقعا ما را تنها نماندن اگر تنها میماندن به یک تکلیف روانی کلان مردم ما مبتلا میشد. واقعا یک مصیبتی بود که بی پیشینه بود در ما هیچ پیشینه نداره. خانهشان آباد کسایی که به ما رسیدگی کردن از اونها یک دنیا سپاسگزاری میکنیم. خب لالا در منطقه شما در ولسوالی برکه چند نفر شهید شدن؟ در مجموع شهدایی که در دره فلول و سای هزاره است 72 نفر شهید است. چند نفر زخمی بودن؟ بالاتر از 300 نفر زخمی است که فردای امروز روزی که سیلاب سرازیر شده اینا زخمیایی است که توسط هلیکوپترها در قندوز و بغلان اینجا انتقال شده. فردای امروز هلیکوپترهای امارت اسلامی 5 هلیکوپتر تا دور زد در خدمت اینمی مردم بود تنها برای کشیدن زخمی‌ها حتی تا 10 روزه در خدمت معاون قلی اردو در شارنای فلول در اینمیجا قماندان تخار، قماندان بغلان، قماندان قندوز اینا کلشون در خدمت این مردم بود. قماندان امنیت از خود شما چیزی تخریب شده خانه؟ از ما فقط زمین‌های زراعتی، مواشی، دیگه خانه در مجموع تمام دار ندار ما بله خانه ما را در مجموع تمام سیلاب شد. در شرایط فعلی خوب که میالی که شما استاد هستید ما و شما فقط پولی نقد میتونه خوب بچی باشه به خاطر از اینکه دایی برای مردم به حد کافی براتشان توزیع شده، به حد کافی روغن توزیع شده، به حد کافی فرش داده شده، به حد کافی لباس و گپ سخن داده شده. پول نقد میتونن خوبن که در درای برای تداوی اطفالایشان برای لباس خریدن بیگاه عید است برای متضررین برای چیزا خوب است پول نقد.
با تشکر. ما آمدیم، ما یک نهاد داریم د کلی خیریه بخش. ما یک بسیار پول کم بوده، ما آمدیم که بعض خانه‌های بسیار بسیار زیاد مستحق بودن، شهید داده بودن یا خانه مکمل تخریب شده بودن یا یتیم‌های مانده بودن، به اون پول نقد تسلیم کردیم. میشه یک کمی پیسه برای شما هم بتونید که شما خانه تان ویران شده و ای که شما قهرمانی کردین، جان زیاد مردم نجات دادین. ما را خداوند خودش نجات داده و ما این کار به خودمان نمی‌کنیم. بخاطر اینکه این بیداری و هوشیاری تان است که شما هوشیاری کردین و همین که ما که زنده ماندیم، با در تلاش زنده ماندن دیگران شد، در فکر ازی شدیم. اگر زنده نمی‌بودیم کار دیگه. تشکر. بخیر میشه درنو لیدونکو د بغلان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو د وروستیو سیلاب ځپلو له کورنیو سره د بشري مرستو په لړ کې دا ځل په امریکا کې د غربت ټولنې غړو او په هیواد دننه ځینو بااحساسه هیوادوالو خپلې نغدي مرستې را لېږلې وې چې د کلي خیریه بنسټ د مسؤل مجیب الرحمن محمودي او ځینو نورو ځایي ملګرو په ګډون نن د دغه ولایت د بورکي ولسوالۍ د پولول په سیلاب ځپلو سیمو کې په 4 موقعیتونو کې وویشل شوې. د کټګورۍ له مخې په دې کې لومړی هغه کورنۍ شاملې وې چې شهیدان یې درلودل، په 2مه برخه کې زخمیانو، په 3مه کې بیا هغه کورنیو ته چې په بشپړ ډول یې د استوګنې کورونه له لاسه ورکړي وو، او په 4مه کټګورۍ کې بیا هغه کورنۍ وې چې کورونه یې ورته تخریب شوي وو، خو د کرکیلې ځمکې یا دوکانونه یا نور د ګټې وټې کارونه یې د لاسه ورکړي وو، او ګڼ یتیمان هم پکې شامل وو. دا مرستې د محمودي صاحب په لاس باندې هغوی ته ورکړل شوې، او په دې برخه کې د ګڼو خلکو مننې او پیغامونه هم را سره وو چې مننه یې کوله، خو د لا زیاتو مرستو غوښتونکي دي، ځکه دلته ناورین ډېر پراخ دی او ډېر وخت به ونیسي چې د پولول د سیمې دغه سیلاب ځپلي عادي ژوند ته راستانه شي.